اولاد انسان از آدم و حوا سرچشمه می گیرد. اولین فرزندان آدم و حوا دوگانیک ها هابیل و خواهرش بودند و پس آن قابیل و خواهرش به دنیا آمدند. هابیل پس از به کمال رسیدن به چاروا پروری مشغول شد و قابیل دهقانی میکرد. وقتی که فرزندان حضرت آدم به سن بلاغت رسیدند، خداوند فرمود که هابیل را با خواهر قابیل خانه‌دار بکنند و قابیل با خواهر هابیل ازدواج بکند. قابیل از فرمان آفریدگار سرکشی میکرد، زیرا او فکر میکرد که خواهر او زیباتر است. او میخواست با خواهر خودش ازدواج بکند. کوشش های آدم برای از رأیش برگردانیدن قابیل بر بس رفتند. سرکشی قابیل حضرت آدم را مجبور نمود تا قرار قبول کند. حضرت آدم فرمود: هر کدام برای خداوند قربانی بیاورید. قربانی هر کسی که قبول ذات پاک می شود، خواهر قابیل نصیب اوست. هابیل بهترین گوسفند رمش را برای قربانی آورد و قابیل مقدار گندم آورد. آنها قربانی های خود را به سر تپه گذاشتند و منتظر نشستند. ناگاه از آسمان ابری سفید فرود آمد و قربانی هابیل را به آسمان برد. قبول شدن قربانی هابیل را دیده در دل قابیل آتش رشک و حسد علنگه زد. او تصمیم گرفت که هابیل را بکشد، اما نمیدانست که چی طور. در همین وقت دشمن آدمی ابلیس ظاهر گشت و سنگ را به سنگ بزد و نشان داد که چگونه سنگ دیگر را می شکند. با نشان داد ابلیس قابیل سنگ بزرگی را گرفت و به سر هابیل خوابیده زد و او را کشت. خون هابیل 20 ساله زمین را رنگین کرد. قابیل نمیدانست که با جسد بیجان برادر بیگناه کشته شدهش چی کار بکند و او را به خلطه انداخت و 1 سال دراز آن را به سر دوش برداشته می گشت. باری در حضور قابیل دوزاخ با هم مناقشه کردند و یکی دیگری را بکشت و با منقارش زمین را کافت و رقیب مردش را به جای کافتش گذاشت و رویش را با خاک پوشانید. قابیل دانست که این تعلیمات خداوند است. او نیز گوری کافت و جسد برادرش را به آن گذاشت و دفن کرد. از فرزندان بنی آدم قابیل اولین نفر است که از فرمان خداوند سرکشی کرد و در روی زمین خون ناحق ریخت و روز قیامت گناه بیگناه کشته شدگان برگردن اوست.